علی جون گوشیت کجاست؟ گوشی ندارم. ما میخوایمش. گوشی ندارم. نه گوشیت کجاست الان؟ اونا که لازم دارم همیشه دور و برم هستن. خب گوشی موبایلت کو؟ گوشی ندارم اصلا. گوشی موبایل ندارم. من نه با دوستم هماهنگ میکنن اون به من میگه. یعنی یه نفر مستقیم بخواد به خودت زنگ بزنه؟ مستقیم نداریم. ما همه چیمون غیر منو مستقیم. نگاه کن. اگه میخوایم پول قرض بگیرین از کسی و اینا، من خودم یه نفر رو میشناسم میتونم زنگ بزنم ببینم الان میده یا نه. آقای برنامه ما رو دیده؟ بله. آره. بزنم؟ بزن. باش. گوشی داره ببین. من تا حالا از کسی پول قرض نگرفتم. یه نفر رو حدس میزنم که بتونم ازش پول بگیرم، اونم الان میخوام جلوی شما زنگ بزنم. بزن. 100 تومن. 100 تومن. دیگه 50 تومن به نظرم. ببینم تعریف کن. بگو 100 میلیون میخوام همین فردا بری 3 ماه دیگه میدم. تماس شما از طریق پیام‌رسانی اعلام می‌گردد. میدونستی کیو بگیری که در دست از نباشه؟ تو پروازه؟ نه همینجاست. همینجاست؟ آره. با زنگ بزن. خود بگو چیکار کردی گوشی تو؟ به من داری زنگ میزنی؟ آره دیگه به کی زنگ بزنم بس؟ تو از من الان میخوای 100 تومن قرض کنی؟ کی بگین؟ من معلومه نمیدم.